درود دوستان عزیز، نشری نوی برنامه ترانسفر در عمل فراگیری موضوع تعیین شوی سرمربی نوی منتخب فوتبالی تاجیکستان است. هرچند که مخلصان و کارشناسان در وظیفه سرمربیگی تیم ملی نفرانی مثل چرفچنکو و لفچنکو را دیدنی شدند، مسئولیت تمرینی منتخب را نفری کلاً جدید به گردن گرفت. این گوران استوانویچ است که در 58 سالگی بعد کار در منتخب‌های سربیا و گانا با خدمت به فوتبال تاجیکان پرداخت. اکنون بعد آنکه که گیلا با گوران عوض شده است، از نگاه حرف اولی نام مربی ما دیگرگونی جدی را نمی‌بینیم. همچنین از نگاه معروفیت شناسایی در فضای فوتبالی بزرگ گوران نیز مثل گیلا با قول ناونیم حسابیده می شود. نمیدانم که از روی تربیت روانی گوران چون شاگرد آوازی بلند داشته باشد یا نه، ولی در دسته‌هایی که قبلا کار کرده است تیم‌های با نام‌های بلند به گوش می‌رسند. رمزی است که گوران به منتخب ما با ستاد خودی دارای نسب‌های بالکانی آمد و بار دیگر نشان داد که ما به این نزدیکی‌ها مربی محلی را در صدر راهبری تیم ملی نخواهیم دید. در آخر گپ همین که مگر مربی سربستانی باعث کامیابی بزرگ این طایفه بازیگران محلی می‌شده باشد یا نه، یا در دل حالت باز ما چون هر وقته تنها از یک مربی دشمن می‌تراشیم. الکساندر کاکورن فوتبال باز دارای شخصیت جنجال برانگیز و سابق محبوسی یکی از محبسخانه‌ها در روسیه. کاکورن یک زمان از اسپارتاک مسکو با امید فتح فوتبال اروپایی به فیورنتینا رفت، ولی آنجا نه تنها خود را یافتن نتوانست، بلکه با جراحت‌های مدام نامش برای خط یکی از بدترین گزارش‌های تاریخ بنفشه‌رنگ‌ها شامل شد. او خود را به شرافت دو همشهری پولدارش در کیپر یافت و تیم فوتبالی آریس هم بعد چندین اجاره‌های پی هم برایش امکانیت فراهم آورد. اکنون صفی دسته آریس را سابق نیمه‌نهایی منتخب اوکراین و اتلانتا کاولنکو پر نمود. نمیدانم این روس و اوکراینی در این دوران جنگی بیرون از وطن در یک دسته چطور نیمه یک میدان را با هم قسمت میکنند، ولی تجربه بود و باشی صفانو و زبرنی در یک مسکن نشان میدهد که همه چیز را اگر خواهی تحمل کرده می شود. یک تغییرات کادری دیگری منسوب به فوتبال کشور بزرگان، این البته پس از روبرت مارینو سوچی آفتابی را ترک کردن ساول گواریرا می باشد. او نیز به مثال امریکاییان دیگری فوتبالی بهر پول کارکنی به سمت بیابان رفت و از این پس در صف الشارجه امارات برآمد می کند. بازیگر منتخب ونزوئلا به این تیم عربی تاریخ اجاره مهلتش تا تابستان سال 26 پیوسته در صورت تغییر گرفتن کار خریداری هم کرده می شود. بازیگر 22 ساله را هم در این راستا فهمیده می شود، زیرا زمان منتخبش امکانی رفتن به جام جهانی را از دست داد و از سوچی هم در این چمپیونات یگان بوی امید نیست، دیگر مجبور است که تلخی‌های حیات فوتبالی را با معاش هنگفت عربیان شیرین کند. دلیر کوزیایوی به قول بعضی‌ها تاجیک تبار باشد، برعکس از فوتبال اروپایی دیگر باره به وطن برگشت. دلیر که آرمان‌های رسیدن به قله‌های فوتبال اروپایی را طریق زینه‌پایه‌های گاور در لیگ یکم فرانسه فتح کردن نتوانست، اخیراً ناچار به پریمیر لیگ روسیه برگشت. این نوبت سابق بازیگر زینیت و احمد و نزد رشید رحیموف در روبینی قزان آمده تلاش میکند که تا آخر موسم دیگر باره از خود سر و صداها بلند کند. بازیگر 32 ساله که موسم قبلی در صف گاور آمار 12 بازی و 1 گل داشت، مثل فوتبال بازان دیگر اروپای شرقی نالایق بودنش را در یک دسته میانه حال تاپ 5 چمپیونات اروپا نشان داد و اکنون باز چون پیشین مثل گاو بشیر در زمین خودی صدا بلند میکند. یک جبر دیده دیگری اورofutbol البته که بنجامین مندی است که وابسته به کارهای سودی سالیانی زیادی از رقابت‌های پرخروش میدانی در کنار مانده بود. اکنون سابق دفاعگر منسیتی زیر نقشه 1+1 شرطنامه با دسته پولشگی پاگان بست. اگر دفاعگر خود را به مثل زمانی در موناکو بودنش نشان دهد،
پس انیق است که مهلت شرطنامه جانب ها باز هم درازتر کرده می شود. پیش از این باشد او در سیوریخ برآمد میکرد، ولی پیشتر از آن باشد بعدی جنجال های سودی مقابل من سیتی از خزینه شیخانه یک خلطه پول هم گرفته توانست. سابقه‌دار دیگری فوتبالی از قسمت سرخ منچستری با نام خوان ماتا باشد تا حال کفش‌ها را آویزان کردنی نیست. خوان ماتا 37 ساله که یک زمان سربازی صادق دیوان سرخان بود، سر از این موسم در صف ملبورن ویکتوری برآمد می‌کند و این تیم از تیم دیگری استرالیایی وسترن سیدنی گزارش نموده در موسم قبلی چمپیونات استرالیا در 23 بازی یک گل و 3 ارسالی گلی داشت. برای سابق بازیگر تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی البته بودن در غروب مسند ورزشی در فوتبال استرالیا هم خوب است و ممکن که یک زمان در دایره بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا او به دوشنبه هم تشریف بیاورد. وضعیت خود منچستر یونایتد باشد به درجه تلخ و تاریک است. این تیم نه تنها در جدول از روی خالها قرضدار است، بلکه قرضهای پولیان هم از 1 میلیارد پوند بیشتر شده است. باشگاه برای ترانسفرهای تابستانی 105 میلیون قرضهای کردیتی گرفته است و اکنون گفته می شود که قرضهای دسته 637 میلیون پوند را تشکیل می دهند. همچنین می توان به این قرضها 50 میلیون دیگر از قرضهای علاوگی هم ضم کرد. غیر از این میان روزهای 7 ایول تا 11 سپتامبر دسته با مبلغ عمومی 105 میلیون پوند قرض گرفته است. اگر که 447 میلیون پوند قرضها برای مبلغ‌های ترانسفرهای کمیسیونی را به این پول علاوه کنیم و این 205 میلیون باید بعد یک سال پرداخته شوند، پس در عموم منچستر یونایتد در شکل‌های مختلف در حجم 1 میلیارد و 87 میلیون پوند قرضدار است. خلاصه گپ این که دسته بزرگ منچستری که زمان روبن آموریم هر روزه انتی رکورد نو می‌کند، از جانب دیگر شماره پول‌های قرضی را در بازار بیشتر می‌نماید. از برای نتیجه میدانی اگر امروز یا پگاه آموریم از کار بیکار بشود، پس در سپردن 1 میلیارد پول قرضی اگرچه خواه بازدیدن هم یک جای به تیم بیایند، کاری از دستشان نمی آید. این قرضداری ها در آینده البته که به رفت ترانسفر و فروش بازیگران می آورند. چون این حالت و وضعیت دستوی البته که مثل تصویر بالای سوخته نمکاب است. بعد این ناموفق انجام یافتن گفت و شنیدها با یواخیم لیو و پاولو بنتو، اخیراً گفته می شود که فابیو کاناوارو سرمربی منتخب فوتبالی ازبکستان می شود. در این باره علاقه خبررسانی معروف فابریسیو رومانو خبر داده و بر آن است که ما از فابیو دسته همسایه کشوری ما را در جام جهانی فوتبال 26 راهبری می کند. تقدیر سرمربی فعلی تیمور کاپادزه چی می شود؟ عین حال نمیدانیم، ولی به قول رامانو ماز به دارنده توپ طلایی سال 2006 روزگی داده است که تیم ملی ازبکستان را راهبری کند. مسند مربیگی را کاناوارو از وظیفه یاوری سرمربی در تیم الاهلی سال 13 شروع کرده تا حال 8 باشگاه‌های مختلف را راهبری کرده است. او حتی یک زمان سرمربی النصر سعودی بود و گوانجژو را تا به قهرمانی در چین رسانید. ولی در راسته منتخب این قدمی نخستین بوده. نمیدانم تا کجا در موندیال کار او ثمرآور بوده میتواند، ولی از جانب دیگر برای دسته‌اش در موندیال جهانی به نظرم غیر از برآمدن از گروه یگان وظیفه بزرگ هم در پیش نمیمانند. ولی اگر ازبکستان از گروه هم نبراید، پس چنین حالت را با کاپادزه هم تکرار کرده میشد. گپی دیگر اطراف تعیین شوی مربی نو این است که سرمربی سابق پورتو و میلان سرژیو کانسیساو میتواند بهر کار به پرلیگ سعودیان رود. آنجا او میتواند دسته بنزما یا خود الاتحاد را تمرین دهد. تیم بنزما البته نوابسته از آن که آمار 3 پیروزی در 3 بازی داشت، ولی پس از باخت خانگی از النصر رونالدو به لاران بلان جی کالون گفت. بلان باشد تیم بنزما را موسم قبلی هم در چمپیونات قهرمان کرد و هم صاحب جام کرد، ولی چطور می‌بینیم عوض‌کنی مربیان در زمین سعودیان به قول دو کرات دو بوده است. آرسنال باشد پس از تهدیدهای جدی ترانسفری ریال مادرید اخیراً ویلیام سالیبا را راضی کرد و با او تمدید همکاری نمود. شرطنامه نوی جانب‌ها تا سال 2030 مهلت داشته. بعد اعلان این خبر اکنون ریال مادرید میتواند دفاعگر نوی را در سمت دیگر جویا شود.
همه چیز در جای خود است. سالیبا با آرسنال شرطنامه نو بست و این نه تنها از آن سبب است که سالیبا در دسته باقی میماند، بلکه برای آنکه در اول موسم این رویداد کمک میکند تا از آوازه‌ها و تخمین‌ها درباره توجه رئال مادرید پیشگیری کرده شود. اکنون آرسنال که یکی از دفاعگران کلیدی را در دسته نگاه می‌دارد و کارها در پرمیر لیگ انگلیس هم درستند، بار نوبتی ارتتا تلاش می‌کند که به سمت قهرمانی رهسپار شود. اگر آرسنال با وجود انجام دادن ترانسفرهای درست و قوی کردن دسته این موسم هم قهرمان نشود، پس میتوان گفت که توپچیان دیگر در گمان است که یگان مراتبه اقلاً دست به جایزه قهرمانی زنند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.